بسم الله الرحمن الرحیم. نصر من الله و فتح قریب. روز جهانی فرهنگ هزارگی. فرهنگ چیست و چرا باید از آن تجلیل کنیم؟ فرهنگ روح یک ملت و هویت زنده یک مردم است. فرهنگ تنها لباس، موسیقی، زبان و رسم و رواج نیست، بلکه مجموعه از باورها، اخلاق، رفتار، تاریخ، ادب، هنر، دینداری، مهمان نوازی، همدلی و شیوه زندگی یک جامعه می باشد. هر ملت که فرهنگ خود را حفظ کند، عزت و شخصیت خود را حفظ کرده است و هر جامعه‌ای که فرهنگش را فراموش کند، به تدریج هویت و اصالت خویش را از دست می دهد. فرهنگ اصیل هزارگی میراث گرانبهای نیاکان ماست. فرهنگ سرشار از احترام، غیرت، دیانت، صبوری، علم دوستی، عدالت خواهی، همزیستی، ادب و مقاومت در برابر ظلم و بی‌عدالتی. این فرهنگ در طول تاریخ با وجود همه سختی ها و محرومیت ها همچنان زنده مانده و نسل به نسل منتقل شده است. امروز که روز جهانی فرهنگ هزارگی تجلیل می شود، در حقیقت از تاریخ، زبان، هنر، لباس، موسیقی، شعر، اخلاق و هویت یک ملت بزرگ و باوقار تجلیل می گردد. این روز تنها یک مراسم ساده نیست، بلکه پیام روشن به نسل امروز و فرداست که ملت هزاره فرهنگ دارد، ریشه دارد و اصالت دارد. چرا باید از فرهنگ هزارگی تجلیل کنیم؟ تجلیل از فرهنگ سبب زنده نگه داشتن هویت ملی و قومی می شود. وقتی کودکان و جوانان با فرهنگ اصیل خود آشنا شوند، احساس عزت، اعتماد به نفس و تعلق پیدا می کنند. آنان می آموزند که از کجا آمدند و چه ارزش‌هایی را باید حفظ کنند. تجلیل از فرهنگ هزارگی چند اثر مهم دارد. باعث اتحاد و همبستگی مردم می شود. نسل جوان را با تاریخ و ریشه‌های تاریخی خود آشنا می کند. زبان، هنر و سنت‌های نیک را زنده نگه می دارد. مردم را در برابر تهاجم فرهنگی و بی‌هویتی مقاوم می کند. احترام متقابل بین اقوام و ملت‌ها را تقویت می نماید. فرهنگ سالم جامعه سالم می سازد و جامعه‌ای که فرهنگ نیرومند داشته باشد، در برابر فساد، خشونت، بی‌ادبی و انحرافات اخلاقی نیز مقاومتر خواهد بود. رفتار و تعامل دیگران در دنیای چند فرهنگی. امروز جهان به یک دهکده جهانی تبدیل شده است. مردم با زبانها، قومها، ادیان و فرهنگ‌های مختلف در کنار هم زندگی می کنند. در چنین دنیایی داشتن فرهنگ اصیل به معنای دشمنی با دیگران نیست، بلکه انسان فرهنگی کسی است که هم به فرهنگ خود افتخار کند و هم به فرهنگ دیگران احترام بگذارد. با احترام بگذارد. آیا حفظ فرهنگ وظیفه همه است؟ آیا همه ما وظیفه داریم که فرهنگ اصیل خود را حفظ کنیم؟ بله، حفظ فرهنگ وظیفه همه ماست. از پدر و مادر گرفته تا جوانان، دانشجویان، شاعران، عالمان، نویسندگان، هنرمندان و رسانه ها. اگر هر فرد تنها بخشی از مسئولیت خود را انجام دهد، فرهنگ هزارگی با قدرت حفظ خواهد شد. مادران و پدران باید زبان، ادب، احترام و ارزش‌های فرهنگی را به فرزندان خود بیاموزند.
جوانان باید تاریخ و فرهنگ خود را مطالعه کنند. نویسندگان و شاعران باید آثار ارزشمند خلق کنند. رسانه‌ها باید به جای ترویج فساد و بی اخلاقی فرهنگ سالم و آگاهی بخش را گسترش دهد. هیچ ملتی بدون تلاش فرزندانش فرهنگ خود را حفظ نکرده است. چگونه فرهنگ خود را از فحاشی، توهین و فساد حفظ کنیم؟ یکی از خطرهای بزرگ برای هر فرهنگ گسترش بی‌ادبی، توهین، دروغ، تهمت، فساد اخلاقی و سخنان نفرت افکن است. اگر این رفتارها عادی شود، اصالت فرهنگی به تدریج آسیب می‌بیند. برای حفظ فرهنگ اصیل هزارگی باید ادب و احترام را در گفتار و رفتار رعایت کنیم. از فحاشی و توهین در فضای مجازی و واقعی دوری نماییم. به جای دشمنی و تهمت فرهنگ گفتگو را ترویج کنیم. به جای دشمنی و تهمت باید فرهنگ گفتگو را همیشه و در همه جا رایج نماییم. جوانان را به علم، مطالعه و هنر تشویق نماییم. از شعر، موسیقی، زبان و لباس اصیل هزارگی حمایت نماییم. انسانهای با اخلاق، با سواد و خدمتگزار را الگو قرار دهیم. در برابر فساد اخلاقی و تخریب فرهنگی بی تفاوت نباشیم. فرهنگ اصیل هزارگی بر پایه احترام، دیانت، عزت، شرافت و انسانیت بنا شده است، نه بر بی احترامی و فساد. سخن پایانی: اگر مردم هزاره روز افتخار با افتخار به هویت، تاریخ و اصالت مردمی خود درست بنگرند و درست فکر کنند و با صبوری و استقامت فرهنگ خویش را زنده نگه دارند، امروز مسئولیت ما از گذشته سنگین و سنگین‌تر است. اگر ما فرهنگ خود را نشناسیم و حفظ نکنیم، دیگران آن را برای ما حفظ نخواهد کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جمهوری اسلامی هزارستان وظیفه دارد که فرهنگ اصیل هزارگی را حفظ کند و از تعریف و فساد فرهنگی در داخل جامعه هزاره نگهداری و مرمت کند. و این فرهنگ اصیل فرهنگ نیاکان ماست و همه ما وظیفه داریم که از آن حراست کنیم و برای هیچ انسان فاسد اجازه ندهیم که فرهنگ اصیل ما را لکه‌دار کند. و در اخیر از همه مردم هزارستان در تمام دنیا که مراسم تجلیل از فرهنگ هزارگی را برپا می دارند صمیمانه تشکری و قدردانی می نمایم و از کسانی که در این مسیر شبانه روز زحمت کشیده است از خداوند بزرگ برای آنها آرزوی توفیق و سعادت و خوشبختی دارم. زنده باد هزارستان بزرگ و زنده باد جمهوری اسلامی و سلام و درود به مردم شریف و عزیز هزارستان.